با اینکه گروه استریکید روی بزرگترین استیج های دنیا در حال اجراست، اما پشت این استیج یک کابوس واقعی در جریانه. ماجرا از این قراره که تور جهانی دومین 8 استریکید حواشیاش پایان نداره. اولین اتفاق در پرو در ورزشگاه سن مارکوس افتاد و جالب اینجاست که این اولین باری بود که یک گروه کیپاپ این مکان رو با ظرفیت کامل پر می‌کرد. اما وسط اجرا به خاطر هول دادن و ازدحام در قسمت جلو یکی از استی‌ها بیهوش شد. اعضای گروه بلافاصله متوجه شرایط اضطراری در میان جمعیت شدند و بنگچن لیدر گروه اجرا رو قطع کرد و همراه با سایر اعضا از حاضرین خواست که به عقب برن و فضا رو باز کنن تا تیم پزشکی به اون دسترسی پیدا کنه. چقدر شرم‌آوره، مردم دارن جیغ میزنن و بنگچن داره تلاش میکنه باهاشون حرف بزنه که عقب برن ولی کسی گوش نمیده. این یکی از چیزاییه که این فندوم باید یاد بگیره، گوش دادن لعنتی. هیونجی با چشمای پر از خشم اولین کسی بود که صحنه رو ترک کرد، نه به خاطر بی‌احترامی بلکه چون جون یک آدم براش از صدای تشویق مهمتر بود و به دنبال همین کنسرت برای مدتی متوقف شد. اتفاق بعدی در شیلی رقم خورد. یکی از عوامل پشت صحنه مخفیانه از اعضای گروه در حال تعویض لباس فیلم برداری کرده بود و این ویدیوها رو بدون رضایت اونا منتشر کرد. اتفاق بعدی ازدحام هواداران در اطراف هتل محل اقامت اعضای گروه در شیلی بود که متاسفانه نشانی اونجا توسط برخی از افراد فاش شده بود. در نتیجه هر شب جمعیتی از هواداران بیرون هتل تجمع می‌کردند و تا دیر وقت با سر و صدا و حتی همخونی آهنگ‌ها مزاحم استراحت اعضای گروه می‌شدند. اوضاع خیلی جدی شده، بچه‌ها حتی تو هتل هم نمیتونن استراحت کنن. این کار خالصاً استاکینگ. جی وای پی لطفاً از هنرمندان محافظت کن. برخی دیگه نیز معتقد بودن کسانی که بیرون هتل ازدحام کردن شایستگی حضور در کنسرت رو ندارن و باید بلیتشون لغو بشه. کاربران میگن فندوم اسی پر از تاکسیک شده تا نام این فندوم رو بدنام کنن. نظر شما چیه؟